سلام و درود فراوان به یکایک شما عزیزان. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. کانال جدیدمون رو حتما سابسکرایب کنید. کانال های قبلی متاسفانه به مشکل خوردن و کامل حذف شدن و قراره توی کانال جدیدمون فعالیتمون رو ادامه بدیم. توی این ویدیو ما میخوایم بریم با همدیگه سرور مجازی تهیه کنیم از لوکیشن های مختلف. بعدش بیاییم یه دونه پنل صنایعی اصلی نصب کنیم، نود اضافه کنیم و دیگه توی این ویدیو میخوام جامع و کامل جدیدترین نسخه XUI صنایعی رو با هم دیگه نصب کنیم و ازش استفاده کنیم. چه نسخه جدید صنایعی خیلی امکانات اضافه شده. البته ممکنه چون نسخه جدید هست به هر حال یه سری مشکلات، یه سری باگ ها داشته باشه که حالا کم کم توی نسخه های بعدی مشکلات هم رفع میشه و در کل آموزشش رو بلد باشید، بدونید چطور باهاش میشه کار کرد. خیلی خوبه و در ادامه نحوه ساخت کانفیگ از طریق کلادفلر هم بهتون آموزش میدم، یعنی با IP تمیز کلادفلر بتونید کانفیگ بسازید روی پنل صنایعی و بهش متصل بشید. برای شروع کار ما به یه دونه سرور مجازی اصلی نیاز داریم. پنل صنایعی اومده قابلیت اضافه کرده که شما میتونید کانفیگ مولتی لوکیشن بدید بیرون. یعنی چی؟ یعنی یه سرور اصلی دارید، میایید یه سرور لوکیشن آلمان، یکی آمریکا، یکی پاریس، هر چند تایی که دوست دارید جداگونه میگیرید و وصل میکنید به سرور اصلی خودتون و از طریق اون سرور اصلی میتونید کانفیگ های متفاوت با متد های مختلف بسازید و ازش استفاده کنید. برای خرید سرور مجازی خارج میتونید از سایت aiza.net استفاده کنید که لینکش توی دیسکریپشن ویدیو هستش. اگر با اون لینکی که من براتون توی دیسکریپشن ویدیو گذاشتم برید و سرور تهیه کنید، هنگام خرید بهتون تخفیف میده و میتونید از این تخفیف استفاده کنید. سرور ساعتی داره که میتونید سرور ساعتی بگیرید، اگر اوکی بود تبدیل کنید به ماهانه. با ارز دیجیتال هم میتونید کیف پولتون رو شارژ کنید که من قبلا این کار رو انجام دادم. خب ما میایم یه دونه سرور واسط تهیه میکنیم. به عنوان مثال من یه دونه سرور لوکیشن آلمان میگیرم. اوبنتو 26 هست، میتونید 22 24 اینها هم انتخاب کنید. من میذارم همین 26 باشه. اینجا تمدید خودکارش رو تیک میزنم، این رو میذارم روی حالت ساعتی باشه و میام پایین تر اینجا پرداخت رو میزنم تا این سرور رو بخرم. اینجا میگه از کیف پولت پرداخت کنم، میگم آره، پرداخت رو میزنم. خب سرور من اینجا میره برای ساخته شدن، منتظر میشم تا IP و پسورد رو به هم بده. ما باید بیایم وارد سایت کلادفلر بشیم و یه دونه دامنه توی سایت کلادفلر داشته باشیم. اگر نمیدونید چطور دامنه توی کلادفلر ثبت کنید، آموزشش توی گوگل یا توی خود یوتیوب هست. آموزش ثبت دامنه توی کلادفلر کلی ویدیو براتون میاره، خیلی راحت. دامنتون رو که ثبت کردید از منوی سمت چپ میاد قسمت DNS ها و رکورد ها رو انتخاب میکنید. اینجا اد رکورد رو میزنید، یه دونه نام براش در نظر میگیرید. اسمش رو میذارم مرکزی که بدونیم این سرور اصلی ما هستش و IP سرور رو هم اینجا قرار میدیم. خب صفحه رو یک بار ریلود میکنم. اینجا IP رو به ما داده، کپی میکنیم. اول ببینم SSH میخوره یا نه. بله SSH هم میخوره. خب اینجا IP رو من قرار میدم، تیک پروکسی استاتوس رو خاموش میکنم و این میشه آدرس سرور ما. اینجا سیو رو میزنم. ساب دامنه سرور اصلیمون رو اینجا ذخیره میکنم و با برنامه پوتی میام SSH میزنم به برنامه پوتی رو که نصب کردید. IP سرور اینجا قرار داره، پورت همین پورت 22 هست اکثر سرورها. یوزرنیم، روت، پسورد هم از اینجا کپی. با کلیک راست کردن اینجا قرار میدم و اینتر رو میزنم. گیت هاب پنل صنایعی رو براتون توی دیسکریپشن ویدیو میذارم. میایید پایین تر دستور نصبش رو از اینجا کپی میکنید، کلیک راست، اینتر و میریم برای نصب پنل صنایعی. توی نصبش یه سری گزینه ها اضافه شده که الان بهتون میگم دقیقاً اینها چی هستن و به چه کاری میان. توجه داشته باشید اگر از نسخه های قبلی صنایعی دارید استفاده میکنید، فکر نکنم کاربراتون رو بتونید انتقال بدید این طرف.
چون دیتابیس ها کلا همه چی تغییر کرده. خب اینجا گفته که بیا دیتابیست رو انتخاب کن. گفته کدوم یکی از این دوتا میخوای باشه. اگر اولی رو انتخاب کنی، ببین خودش گفته تا 500 تا کلاینت جواب میده. اوکی، یعنی برای کسیه که میخواد تقریبا استفاده شخصی کنه، نمیخواد کار فروش انجام بده، نمیخواد عملیات نود و اینجور چیزها رو بزنه، میاد از همین گزینه یک که گزینه‌ای برای استفاده شخصی است استفاده میکنه. اما اگر شما میخوایی کار فروش انجام بدی، باید بیایی گزینه 2 رو انتخاب کنی. توی گزینه 2 شما میتونی نود اضافه کنی، کلاینت های بیشتری رو بسازی و مدیریت کنی. من اینجا گزینه 2 رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. توی مرحله بعدی گفته چطور میخوای نصب بشه. 2 تا گزینه داره. گزینه دوم برای کسایی که خیلی سر در میارن، میدونن دقیق باید چی کار کنن، اما از اونجایی که ما کاربرای ایرانی فقط میخوایم یه کانفیگی بسازیم و بهش متصل بشیم، خودش پیشنهاد داده که بیا گزینه 1 رو انتخاب کن تا همه چیز به صورت دیفالتش ساخته بشه. 1 رو من میزنم، اینتر. این میره برای شروع نصب آخرین نسخه پنل XUI. خب اینجا میگه میخوای پورت رو شخصی سازی کنی، میگم آره، وای رو انتخاب میکنم. اینجا پورت رو من میذارم 2053، اینتر رو میزنم. حالا توی این مرحله میگه که میخوای SSL یا اون سرتیفیکیت بگیری یا نه. اگر دامنه ندارید، اینتر میزنید بره، یا گزینه 2 رو میزنید بره. اما خب ما اومدیم اینجا یه دونه دامنه گرفتیم و IP سرور رو بردیم زیرش دیگه. این رو کپی میکنم. من اینجا میخوام از گزینه 1 یعنی سرتیفیکیت گرفتم برای دامنه استفاده کنم. پس 1 رو میزنم، اینتر. خب اینجا ساب دامنم رو وارد میکنم، این رو کپی با کلیک راست و اینتر رو میزنم. میگه پورت 80 باید آزاد باشه، میگم اوکیه. اینتر رو میزنیم تا برای سرورمون سرتیفیکیت بگیره. خب بهمون ساکسس داد اینجا و سرتیفیکیت رو برامون گرفت. اینجا اینتر میزنم، رد میشم. میگه که میخوای سرتیفیکیت روی پنلت ست بشه، میگم آره، وای رو میزنیم و اینتر. خب اینجا رو دقت کنید، یه کمی که بیایید بالاتر، اینجا اطلاعات دیتابیس سرور رو بهتون داده و اینجا هم آدرس لاگین رو به همراه یه دونه API توکن. این خیلی مهمه. البته برای این سرور مرکزی مهم نیستا، ولی توی سرورهای نود این API توکن خیلی مهمه. این رو حواستون باشه. خب من این آدرس لاگین رو کپی میکنم، اینجا قرارش میدم که داشته باشمش و اینجا هم میام لاگین میکنم. یوزر پسورد رو هم از اینجا برمیدارم، یوزر نیم و پسورد. لاگین رو میزنم. این پنل جدید صنایع هست که برای ما باز میشه. خب حالا شما میتونید مستقیم از همین پنل استفاده کنید، یعنی بیایید روی همین پنل کانفیگ بسازید، یا اینکه میتونید بیایید روی سرورهای نودی که دارید کانفیگ بسازید. این دیگه همه شخصی سازی و دست خودتون هست. ما اول میاییم قسمت گروه ها، یه دونه گروه میسازیم. اینجا اد گروپ رو میزنیم، یه دونه نام براش در نظر میگیریم. مثلا من اسمش رو میذارم VIP. ایجاد کردن رو میزنم. اینجا گروه VIP ساخته میشه. یه گروه گیم هم میتونم بسازم. حالا بعدا بهتون میگم به چه دردی اینا میخوره. گروه گیم و گروه VIP رو ساختیم. اینجا قسمت نودها خیلی مهم. ما اینجا باید بیایم حالا نود اضافه کنیم دیگه. اوکی، من باید برم یه دونه سرور نود بگیرم. برمیگردم توی همین سایت آیزا، اینجا اد سرویس رو میزنم. این بار میخوام یه دونه سرور از لوکیشن آمریکا بر فرض مثال تهیه کنم. آمریکا رو انتخاب میکنم، اینها رو دست نمیزنم، دوباره ساعتی میذارم باشه با تمدید خودکار و پرداخت. یه دونه سرور دیگه هم میگیرم، به عنوان مثال لوکیشن پاریس.
نمیذارم همین 26 باشه. تمدید خودکار، ساعتی و پرداخت. توی قسمت مای سرویس که بیایید میتونید سرورهاتون رو اینجا ببینید. حالا شما میتونید برای اینکه حالا بدونید کدوم سرور مرکزی کدوم نوده، بیاید سرورها رو اسمهاشون رو هم اینجا تغییر بدید. اینجا من رینیم رو میزنم، مثلا این رو میذارم مرکزی، اپلای میکنم. ببین اینجا میشه مرکزی. بعد لوکیشن آمریکا رو میذارم نود USA، اپلای میکنم. این اسم ها اینجوری تغییر میکنه. خب برای اینکه سرور نود رو بخوایم متصل کنیم به سرور مرکزی صنایع خودمون، مجددا باید پنل صنایع رو بیایم نصب کنیم. اوکی، خب من این رو میبندم، کاری با این ندارم. میام با آی پی آمریکایی که گرفتم SSH میزنم، accept، پسورد رو هم از اینجا کپی میکنم، کلیک راست اینتر. دستور پنل صنایع رو کپی، با کلیک راست کردن اینجا قرار میدم. خب اون یکی سرور من هم ساخته شد. میام به اون هم SSH میزنم، پسورد هم از اینجا کپی میکنم، کلیک راست اینتر. خب این دوتا سرورهای نود من هستش که من باید پنل صنایع رو روی هر دوشون نصب کنم. خب اینجا توی این مرحله مجددا گزینه 2 رو میزنیم، گزینه 1 و اینتر. این طرف هم همین کار رو انجام میدم. خب اینجا وای اینتر. اینجا پورت رو رندوم میزنید، مثلا 2056. اینجا توی این مرحله دوباره میگه میخوای سرتیفیکیت بگیری یا نه. اگر کانفیگی که میخواید روی این سرور نود بسازید نیازمند دامنه، کلادفلر یا هر چیزی هست، میتونید این آی پی این سرور رو هم ببرید توی کلادفلر ثبت کنید و ساب دامینش رو بیاید برای سرتیفیکیت بگیرید. من دیگه نمیخوام از دامنه و ساب دامنه ای استفاده کنم. اینجا میذارمش روی دیفالتش باشه، روی آی پی میگم برام اوکی کنه، اسکیپ میزنم بره. این طرف هم همینطور وای رو میزنم، اینجا پورت رو میذارم 2057 اینتر و رد میکنم. اینا رو پورت 80 باید آزاد باشه، میگم آزاده. اینها رو هم میزنم بره. خب پنل صنایع روی دوتا سرور نود من با موفقیت ساخته شد. حالا اگر یک کمی بیام بالاتر، اینجا رو دقت کنید، یکی API توکن به من داده که من باید اینها رو بیام و اضافه کنم. برمیگردم توی پنل مرکزی خودم، بخش نودها، اد نود رو میزنم، اسمش رو میذارم USA01، ریمارکش هم USA. اینجا میذارید روی همین حالت باشه. آدرس رو چی میزنید؟ همین آدرسی که اینجا به شما داده، آی پی سرورتون. تا اینجا من کپیش میکنم، اینجا قرارش میدم. پورت چنده؟ اینجا پورت ما 2056. 2056 پس داره یا نه؟ بله داره. اینجا کپیش میکنم، قرار میدم این هم تیک بخوره و API توکن رو از اینجا میام میگیرم و این قسمت قرار میدم و اینجا سیو رو میزنم. اگر همه چیز رو درست انجام داده باشید اینجا براتون اضافه میشه و میزنه آنلاین. اون یکی سرور رو بریم اضافه کنیم، آدرسش رو کپی میکنم، اینجا مجدد اد، پورتش رو گذاشتیم 2057. پسش چیه؟ از اینجا کپی میکنم. API توکن از اینجا میگیرم و این هم سیف میزنم. خب
ببینید الان 2 تا سرور نود ما اینجا اضافه شده. اوکی، از الان من میتونم روی این سرورهای نود بیام کانفیگ بسازم و بدم دست کاربر. میام قسمت این باندها ادین باند رو میزنم و اینجا میتونم کانفیگ ساختن رو شروع کنم. توی قسمت ادین باند اینجا میاد انتخاب میکنید الان میخواید کانفیگ روی کدوم سرور ساخته بشه، روی سرور آمریکا یا روی سرور پاریس. من میذارمش روی آمریکا. پروتکل چی باشه؟ کلی گزینه اینجا هست که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. من میذارمش همین ویلس باشه. اینجا پورت رو میتونید هر چیزی بذارید، مثلا من میذارم 443. اینها رو دست نمیزنم چون میخوام زیرشون کاربر با حجمهای مختلف ایجاد کنم. قسمت استریم داره که میتونید ترانسمیشن رو انتخاب کنید از کدوم نوع باشه. اوکی، مثلا میذاریدش روی حالت وب سوکت باشه، بعد اینجا هاست بهش میدید، پس بهش میدید اکسترنال پروکسیش چی باشه. اینها رو دیگه خودتون میتونید تنظیم کنید. قسمت پروتکل داره که میتونید یکی از اینها رو بر فرض مثال انتخاب کنید. قسمت سکیوریتی داره که میتونید TLS براش بذارید. ببینید دقیقاً مثل همون پنل صنایع قدیم هستش که شما میتونید کانفیگ بسازید. این رو هم که غیر فعال میذاریم مثل همیشه. این قسمت ادوانس هم که کاریش نداره. این باند رو من اینجا میسازم، اضافه میکنم. یه دونه این باند دیگه میخوام، این بار روی پاریس میذارمش، این بار روی هیستریا باشه. اگر UDP باز باشه میتونید کانفیگ هیستریا بسازید. پورتش رو مثلا میذارم 8443. اینها رو میتونید شخصی سازی کنید بر اساس نیازتون. اینها یه ویدیوی دیگه میخوان دوستان کلن که مثلا آموزش ساخت کانفیگ هیستری، آموزش ساخت کانفیگ ریالیتی یا هر چیز دیگه. من الان 2 تا این باند اینجا ایجاد کردم. میام قسمت کلاینت و اینجا اد کلاینت رو میزنم. اینجا دیگه شما میتونی بیای کاربر بسازی. من اد کلاینت رو میزنم، یه اسم میگه، میتونه رندوم باشه، میتونید هم هر چیزی بذارید. من میذارم امینی وایت. اینها رو دیگه دست نمیزنید، میایید پایین تر ببینید چقدر حجم میخواید بهش بدید. مثلا 50 گیگ و زمان 30 روزه. آیا میخواید تمدید خودکار داشته باشه یا نه که میتونید اینجا اضافه کنید. کامنتی اگر هست میتونید بزنید. و اینجا گروه خیلی مهمه. شما میتونید این رو بیاید گروه بندی کنید. مثلا این کاربر توی گروه بندی VIP باشه و اینجا این باندها رو میتونید اضافه کنید. این کاربر هم بتونه از ویلس آمریکا استفاده کنه، هم از هیستریای پاریس. من این دوتا رو اینجا زدم، انیبلش میکنیم و ایجاد کردن رو میزنیم تا این کانفیگ ساخته بشه. حالا چی میشه؟ حالا اینجا یه دونه QR کد هست که شما میتونید بدید به کاربر. اینجا هم اطلاعات میاد. ببینید من الان QR کد رو میزنم، اینجا لینک سابسکریپشن میاد که میتونم کپیش کنم و لینک ساب برای من باز میشه. شما میتونید مثلا این لینک ساب رو بدید مشتری میاد کانفیگ رو اضافه میکنه و ازش استفاده میکنه. به چه صورت؟ ببینید الان من این کانفیگ رو میام توی هیدیفای اضافه میکنم، اینجا اضافه میشه. وقتی که اضافه بشه اتصال رو که بزنم برای متصل شدن، ببینید اینجا کانفیگ ویلسه و کانفیگ هیستریاه میاد. اوکی، و شما به راحتی میتونید بهشون متصل بشید. الان چرا برای من متصل نمیشه؟ چون خب هنوز اینترنت کامل آزاد نشده. مثلا UDP روی هیدیفای کلا بسته است، کار نمیده. در کل این آموزش کلی پنل صنایع هستش که شما میتونید الان به راحتی ازش استفاده کنید. روی سرورهای نودتون میتونید برید تانل بزنید. اوکی، بعدش بیایید اون سرور نود رو اضافه کنید به این سرور مرکزی خودتون، به این پنل مرکزی خودتون و کاربرها رو روش مدیریت کنید. اما چطور کانفیگ کلودفلر بسازیم؟ با IP تمیز کلودفلر کانفیگ بسازیم. میاد قسمت این باند
یه دونه این باند جدید من ایجاد میکنم. برای ساخت کانفیگ های کلادفلر شما حتما باید یه دونه دامنه ای داشته باشید که توی کلادفلر ثبتش کرده باشید تا بتونید از این روش استفاده کنید. یعنی دامنه روی کلادفلر، آی پی سرور رو میبرید زیرش قرار میدید، براش سرتیفیکیت میگیرید. دقیقاً کارهایی که ما برای این سرور مرکزی انجام دادیم. پس ما مجبوریم الان بیایم آی پی تمیز کلادفلرمون رو، کانفیگش رو روی همین سرور مرکزی ایجاد کنیم. این باند رو من میزنم، ادین باند رو، این رو میذارم روی همین لوکال پنل باشه، یعنی همین پنل. اسمش رو میذارم آی پی کلود، پروتکل رو میذارم ویلس باشه و پورت رو میذارم 443. قسمت پروتکل رو میتونید حالا خالی بذارید یا یکی از اینها رو انتخاب کنید. من این رو انتخاب میکنم. توی مرحله بعدی ترانسمیشن رو میایید میذارید روی XHTTP. روی وب سوکت هم میتونید بذارید، هم روی وب سوکت جوابه، هم روی XHTTP، هیچ فرقی نمیکنه. قسمت هاست چی باید بذارید؟ میایید دقیقاً این ساب دامین خودتون رو میذارید قسمت هاست. میتونید یه پس هم براش در نظر بگیرید. من آیدی کانال تلگرام رو زدم. اینها رو دیگه من دست نمیزنم، حالا شما بر اساس نیازتون میتونید تغییر بدید. اکسترنال پروکسی خیلی مهم. توی بخش اکسترنال پروکسی شما باید بیایید از آی پی تمیزهای کلادفلر استفاده کنید. ما قبلا می اومدیم از chatgpt.com استفاده می کردیم که ظاهرا بسته شده. شما میتونید به جای این chatgpt.com بیایید آی پی تمیزها یا دامنه های تمیز کلادفلر رو که روی اپراتورها جواب میده اینجا قرار بدید. میایم قسمت سکیوریتی، اینجا TLS رو باید روشن کنید. قسمت SNI هم مجددا باید بیایید آدرس ساب دامین خودتون رو قرار بدید. این رو مثلا میتونید بذارید روی 1.0، این رو میتونید بذارید روی همین کروم بمونه و اینجا هم این رو میزنید. این ست کردن رو هم میزنید تا سرتیفیکیت ها اینجا قرار بگیرن. بعد از اینکه سرتیفیکیت ها هم آدرسشون اینجا ست شد دیگه چیزی نداره، میام ایجاد کردن رو میزنم و این باند رو اینجا میسازم. این باند ما اینجا ساخته میشه. حالا میام قسمت کلاینت، اد کلاینت رو میزنم، میذارم اینها رندوم باشه، کاریشون ندارم. زمان مثلا 10 روزه، حجم 10 گیگ، گروه VIP و میام اینجا این باند آی پی کلود رو بهش میدم. شما میتونید این دوتا این باند هم اضافه کنید، همش دست خودتونه. و ایجاد کردن رو میزنم. این کانفیگ اینجا با حجم 10 گیگ برای ما ساخته میشه. دیگه چیز خاصی نداره که بخوام بهتون آموزش بدم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر سوالی دارید کامنت بذارید. یادتون نره توی کانال تلگرامی ما عضو بشید، اونجا اطلاعات بیشتری براتون قرار میدیم. موفق و پیروز باشید.